اگه گفتید نوع روابطی که ما با مردم داریم رو چی تعیین میکنه؟ طرز نگرشی که ما به اونها داریم. مردم رو اونطوری که میبینیم ما با اونها ایجاد رابطه میکنیم و ما انسان ها، عزیزان من، موجوداتی هستیم که همیشه یک پنجره در مقابل چشمان ما قرار داره. همیشه وقتی که نگاه میکنیم به دنیای اطراف ما، به مردم، به چیزها، یک چیزی در مقابل ما هست، پنجره، که از اون به بیرون نگاه میکنیم و از اون طریق ما میبینیم. مسیح گفت که چشم چراغ بدنه. اگر چشم تو روشن باشه تمامی وجودت روشنه، ولی اگر چشم تو روشن نباشه چه تاریکیه عظیمیه. برای همین هم هستش که عزیزان من، ما برای اینکه روابط درست داشته باشیم که اعمال، افکار و تمامی آنچه که میکنیم به شکل درست انجام بگیره، لازمه که پنجره‌ای که از اون به دیگران نگاه میکنیم، طریقی که به دیگران نگاه میکنیم و دیگران رو میبینیم درست باشه. در فلسفه اسم اینو میذارن جهان بینی، ولی کلمه قلمبه سلمبه‌ایه. خودتون رو اصلاً الاف این کلمات نکنید، ولی اون چرا که من میگم قشنگ میفهمید که چی هستش. تمامی ادیان، تمامی فلسفه ها، تمامی مکاتب، همه تلاششون اینه که یک چنین پنجره‌ای رو در مقابل چشتون بذارن که شما از اون طریق نگاه بکنید و بر اساس اون اعمال و رفتارتون رو شکل بدید. پس چقدر مهمه که ما پنجره‌ای درست داشته باشیم که ازش نگاه بکنیم، عینکمون درست باشه که ازش نگاه بکنیم. امروز میخوام برای شما داستانی رو تعریف کنم که این داستان شخصیت‌های مختلف داره که همشون فقط به یک چیز دارن نگاه میکنن، ولی از اونجا که از پنجره‌های مختلف دارن نگاه میکنن، واکنش‌هاشون با همدیگه فرق میکنه. در اناجیل ما از زبان عیسی داستان‌های زیبایی رو میشنویم که به عنوان مثل‌ها معروفه. البته در زبان فارسی ما مثل با اون چیزی که این داستان‌ها هستن فرق میکنه. مثل برای ما یه جمله است، مثل مثل‌های سلیمان، ولی این داستان‌ها به مثل معروف شده، ولی بیشتر به اونها باید گفت داستان‌های کوتاهی که ما از دهان عیسی مسیح میشنویم. ولی این داستان‌ها بیشتر از داستانن، بیشتر از مثل هستند، برای اینکه هر وقت که شما اونا رو میخونید همیشه یک چیز تازه‌ای به شما از این داستان‌های عیسی مسیح میاد بیرون. مسیح همیشه میبینیم که وقتی میخواست مسئله مهمی رو واقعاً به درک مردم بذاره، مردم بفهمن که داره چی میگه، از داستان‌های کوتاه استفاده میکرد. داستان‌های کوتاهی که از زمینه فرهنگی، زمینه جغرافیایی و زمینه تاریخی اون مردم میومد بیرون. برای همینم برای مردم قابل فهم بود که مسیح داره چی میگه. کتاب مقدس که ما به عنوان یک کتاب مقدس بهش، من اینجا ندارم برای اینکه در نور این، حتی اگر می داشتم من با این عینکم باز نمیتونستم کلماتشو بخونم، مجبورم از آیپد برم جلو، از این تبلت ها. کتاب مقدس عزیزان یک کتاب نیست، 66 تا کتابه و این 66 تا کتاب واقعاً در طول تاریخ نوشته شده، توسط بیش از 40 نفر نوشته شده، در دوره‌های مختلف نوشته شده و چیزی که کتاب مقدس و درک کتاب مقدس رو حتی سخت‌تر میکنه این هستش که در سبک‌های مختلف نوشته شده. برای همینم برای اینکه ما کتاب مقدس رو درک کنیم اول باید بفهمیم که اون نویسنده‌ای که داره اینو می‌نویسه در اون موقع برای خواننده‌های خودش که در یک جایی به خصوص، در یک دوره تاریخی به خصوص داشتن زندگی می‌کردن و داره به اونها می‌نویسه، می‌خواد به اونها چی بگه. و وقتی که فهمیدیم که میخواد به اونها بگه چی بگه، باید برگردیم بگیم حالا
به من میخواد چی بگه، یعنی از آنچه که اونجا هست اصل رو بکشیم بیرون و بر اساس اون اصل زندگی خودمون رو در قرن 21 باهاش تطبیق بدیم. برای همینم چقدر مهمه که ما کتاب مقدس رو درست درک کنیم. با شما از سبک‌های مختلف صحبت کردم. در کتاب مقدس سبک روایتی داستانی هست، سبک تاریخی هست، سبک شعری هست، سبک حکمتی هست، سبک حتی نبوتی هست، سبک بایوگرافی هست، سبک رساله‌ای هست و در نهایت ما با سبک حتی وحی روبرو هستیم. این سبک‌ها وقتی که هستند یعنی اینکه برای اینکه ما این کتاب‌ها رو به درستی بفهمیم نکات کلیدی وجود داره که باید اونا حالیون باشه. چیه؟ مثلا وقتی ما با سبک وحی روبرو هستیم، کتاب مکاشفه، به این معنیه که در این سبک استعاره خیلی زیاده، تمثیل خیلی زیاده، برای همین هم درکش رو سخت‌تر و سخت‌تر خواهد کرد اگر ما ندونیم که این کتاب به چه شکلی. یا کتاب شعری شما در نظر داشته باشید مثل شعر ما نیستش که ما بگیم شعرهای خیام، شعرهای مولوی که حتی درک اینها هم برای ما سخته. حالا این شعرها در سبک ادبی عبری هستند که بیشتر سخت‌ترش میکنه. چرا اینا رو گفتم؟ برای اینکه داستان‌های عیسی مسیح هم در قالب سبک روایتی برای خودش یه سبک ادبی داره که باز ما باید اون رو به درستی درک کنیم. خیلی ها میان در یه مثل، در یه داستان کوتاه سعی میکنن که همه الهیات مسیحیت رو توش پیدا کنن. این کاملا غلطه. برای اینکه وقتی که مسیح داره این داستان رو تعریف میکنه، این داستان کوتاه رو، میخواد یک نکته مهمی رو به مردم حالی کنه. نمیخواد تمامی الهیات مسیحیت رو به مردم بده، صرفا میخواد که یک نکته، دو نکته مهم رو اونجا برای افرادی که اونجا هستن حالیشون بکنه. این داستان‌های کوتاه عزیزان من، اینهایی که مسیح داره میگه داستان‌های شب نیستند که ما بشینیم و شروع کنیم به خوندن و یواش یواش چرتمون بگیره. برعکس اتفاقا این داستان‌ها برای اینه که چرت ما رو پاره کنه. این داستان‌ها برای اینه که یهو ما رو از خواب بیدار کنه، بپریم. یا چی شد؟ به این شکل. البته باید در نظر داشته باشید که افرادی که خواب هستند میتونیم بیدارشون کنیم، ولی افرادی که خودشون رو به خواب زدند نمیتونیم بیدارش کنیم. حالا با توجه به این چیزایی که گفتم بریم به سراغ داستان. داستانی که مسیح تعریف میکنه در لوقا فصل 10 هست، از آیات 25 تا 37. داستان معروفیه، در همه فرهنگ ها اتفاقا داستان معروفیه. داستان سامری نیکو هستش. همه فرهنگ ها این داستان رو میده، حتی ضرب المثل در موردش وجود داره در دنیای بی ایمان. ولی با توجه به این که مردم خودشون رو به خواب زدند، متاسفانه دانستن این داستان به هیچ وجه زندگی اونها رو عوض نمیکنه، روش هاشون رو عوض نمیکنه. بذارید براتون بخونم این داستان رو و ببینید که درش چی هست و چه چیزهایی رو باید مردم دقت میکردن که نمیکنن. ناگاه یکی از علمای مذهبی برخاسته از روی امتحان به عیسی گفت: ای استاد، چه کنم تا وارث حیات جاودانی گردم؟ عیسی به وی گفت: در تورات چه نوشته شده است و چگونه میخوانی؟ جواب داده گفت: این که خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام نفس و تمام توانایی و تمام فکر خود محبت نما و همسایه خود را مثل نفس خود. عیسی گفت: نیکو جواب دادی، چنین بکن که خواهی زیست. لیکن او چون خواست خود را عادل نماید یا توجیه نماید، به عیسی گفت: ولی همسایه من کیست؟ عیسی در جواب وی گفت: مردی که از اورشلیم به سوی اریحا میرفت. داستان اینه. به دستهای دزدان افتاد و او را برهنه کرده مجروح ساختند و او را نیم مرده واگذارده برفتند. اتفاقا کاهنی از آن راه می آمد، چون او را بدید از کناره دیگر رفت. همچنین شخصی لاوی نیز از آنجا عبور کرده نزدیک آمد و بر او نگاه کرده از کناره دیگر برفت.
لیکن شخصی سامری که مسافر بود نزد وی آمده، چون او را بدید دلش بر وی بسوخت. پیش آمده بر زخمای او روغن و شراب ریخته، آنها را بست و بر مرکب خود سوار کرده به کاروانسرا رسانید و خدمت او کرد. صبحگاهان چون روانه میشد 2 دینار در آورده به سرایدار داد و به او گفت این شخص را پرستاری کن و آنچه بیش از این خرج کنی در حین مراجعت به تو دهم. حالا عیسی داره از اون شخص عالم مذهبی میپرسه، پس به نظر تو کدام یک از این 3 نفر همسایه بود با اون شخص که به دست دزدان افتاد؟ گفت آنکه بر او رحمت کرد. عیسی وی را گفت برو تو نیز چنان بکن. داستانی که همه باش آشنان، عناصر و اجزاش واقعا برای همه جالبه، انگاری که داره دنیای امروز رو مطرح میکنه. توش وحشیگری میبینیم، توش ما تبعیضات نژادی میبینیم، توش نفرت میبینیم، توش کتککاری هم حتی میبینیم. داستان رو ما میشنویم ولی واقعا معنی واقعیش چی هستش؟ خیلی ها سعی کردن تو این داستان هی عینک بذارن و به بیراهه رفتن. ببینید داستان رو عیسی مسیح صرفاً از این لحاظ داره تعریف میکنه که یکی از علمای مذهبی ازش یک سوال بی ربط میکنه، همسایه من کیست؟ چرا این سوال رو میکنه؟ برای اینکه میخواد یه جوری خودش رو از زیر بار سوال بکشه بیرون. برای یه چیز دیگه نزد عیسی مسیح اومده بود، عیسی مسیح بهش بدل میزنه. حالا برای اینکه خودش رو توجیه بکنه یک سوال بی خود ازش میکنه و عیسی اینجا میبینه که فرصتی خیلی خوب هست که به این شخص حقیقت بزرگی رو بگه و در این حال به ماها که داریم این داستان رو میشنویم یک حقیقتی رو یادآور بشه و اون حقیقت اینه: رابطه ای که شما دارید با خدا نمیتونید اونو از رابطه ای که با دیگران دارید جدا کنید. یعنی اینکه رابطه‌ای که شما با دیگران دارید نشون میده که با خدا در چه رابطه هستید. خیلی سرراست، خیلی رک، بدون هیچ تعارف. اگر شما با دیگران در ناراحتی هستید، با دیگران در مشکل هستید، با دیگران در قهری هستید، اگر میانه ها شکرابه، خودتون رو گول نزنید. رابطه شما با خدا درست نیست. عیسی میخواد اینو بگه. حالا بیایید به داستان نگاه کنیم، ببینیم این افراد به اون یارو، یه نفر اونجا کتک خورده، دزدان زدنش، نیمه جان افتاده. ببینیم این بابا برای این پرسوناژ هایی که در این داستان هستند چی بود. اولین گروه مسلمه چیا هستن؟ دزدا هستن. دزدا وقتی که به این بابا نگاه میکنن او رو فردی به صورت خدا آفریده نمیبینند، او رو تومه میبینن برای غارت. آقا میدونی چیه؟ به به عالی شد، ما قشنگ میتونیم حالا این بابا رو تک و تنهاست بی دفاع بگیریم، بزنیم، هر چی داره از دستش بگیریم و بگیم مثلا گور فلانی و بندازیم و بریم. او صرفاً تومه‌ای بود که میشد غارتش کرد. ما ممکنه بگیم ما دزد سرگردنه نیستیم، ولی آیا مطمئنیم نیستیم؟ ممکنه دزد سرگردنه اینجور چیزها نباشیم، ولی ممکنه اتیتیود ما، اون عکس العمل ما، اون پنجره‌ای که داریم دیگران رو باهاش نگاه میکنیم همونی باشه که این دزدان سرگردنه داشتند. برای همین وقتی که به دیگران نگاه میکردن همش دنبال این بودن که از این بابا چه چیزی میتونه گیر من بیاد. مگر غیر از این خیلی از روابط روی این استواره، آقا فلانی رو داشته باش یه روزی به دردت میخوره. داریم فلانی رو چی میبینیم؟ تومه، برای غارت، برای اینکه میدونیم یه چیزی داره که یک روزی قراره من ازش بگیرم.
وقتی که ما به انسان‌ها به این شکل نگاه می‌کنیم عزیزان، برای ما طعمه برای غارت هستند. از پنجره درست به اونها نگاه نمی‌کنیم. ما وقتی که دیگری رو نگاه می‌کنیم و او رو فردی می‌بینیم به صورت خدا آفریده، صورت خدا درش هست، این کاملا فرق می‌کنه در رفتار ما با او تا اینکه او رو ما به عنوان یه طعمه برای غارت ببینیم. با این سنی که من دارم مسلماً خیلی چیزها دیدم و یکی از چیزهایی که معمولاً دیدم در روابط که به هم میخوره اینه که در روابط یکی از طرفین یا هر دوتاشون احساس میکنن که طعمه برای غارت بودن، طعمه برای غارت هستن، احساس میکنن که در این رابطه نیمه جان افتادن در گوشه جاده، مخصوصا در بین زن و شوهرها. من تو این رابطه هدر رفتم، یعنی نیمه جان دارم میمیرم، من تلف شدم، من دارم نیمه جان افتادم. آقا منو فقط میبینم برای اینکه انگاری من چی میگن این دیوار بانکم که از من هی پول بیارم به خونه. میدونی داره چی میگه؟ میگه من نیم مرده افتادم یه گوشه. چرا؟ برای اینکه از پنجره درست به من نگاه کرده نمیشه. در روابطامون با همدیگر اغلب این چیزها هستش که ما رو نیمه جان در کنار جاده میذاره. بنابراین خودمون رو گول نزنیم، نگیم که من دزد سر گردنه نیستم. بله ما دزد سر گردنه نیستیم، ولی در روابطمون با این عینکایی که به چشممون زدیم و دیگران رو میبینیم مثل همین دزدای سر گردنه رفتار میکنیم و همدیگر رو زخمی و نالان و نیم مرده گوشه جاده ول میکنیم میریم و تازه میتونیم مثل دزدا برای خودمون کلی دلیل و برهان بیاریم که کار من درست بوده. نه عزیز من، کار تو درست نیست، کار من درست نیست و همه ما به این گناه گرفتاریم. شما برید از لوئیس بپرسید، به شما خواهد گفت که چقدر در زندگیش با من نیم مرده کنار جاده افتاده و من هم میتونم به شما بگم که چقدر شده که خودم رو نیم مرده دیدم. چرا؟ برای اینکه این دنیای فاسد دائم تلاش میکنه که پنجره هایی رو در مقابل چشمان ما بذاره که نتونیم آنچه رو که خدا از ما میخواد و خدا میخواد ما به درستی ببینیم، به درستی ببینیم. عزیزان، خدا اشیا رو به ما داد که از اونها استفاده کنیم و انسانها رو داد که اونها رو دوست داشته باشیم. وقتی که جای اینا عوض بشه، یعنی اینکه اشیا رو دوست داشته باشیم و انسانها رو استفاده کنیم، اون موقع هستش که مثل دزدان داریم رفتار میکنیم. پس چقدر باید دقت کنیم. برای این دزدان این بابا طعمه‌ای بود که میشد غارتش کرد. که این منو میرسونه به یه سوال خیلی سخت. من گفتم که نمیتونیم رابطه‌ای رو که با دیگران داریم از رابطه‌ای که با خدا داریم جدا کنیم. خیلی خوب. در رابطه‌ای که ما با خدا داریم، آیا خدا مثل اون فردی که افتاده کنار جاده نیست؟ برای اینکه دائم داریم غارتش میکنیم. رابطه‌ای که ما با خدا داریم بر چه اساسه؟ واقعا نگاه بکنیم. اگر خدا برگرده بگه میدون چیه؟ هیچ کدوم از دعاهاتون رو جواب نمیدم دیگه. اصلا نه قدرتش هم ندارم جوابش بدم. بازم میایم پیشش. ما از یک زمینه مذهبی میاییم که دائم خدا برای ما ابزاره. ببینید شاید اینها رو ندانسته میکنیم یا روش فکر نکردیم، ولی خدا برای ما ابزاره. ما از یک زمینه مذهبی میاییم که توش نذر و نیاز زیاد بوده. خداوندا برای تو 4 تا گوسفند قربانی میکنم اگر. به خدا به عنوان ابزار نگاه میکنیم. خداوندا و وقتی هم که نمیشه ناراحتیم از دستش، انگاری که طلب داشتیم ازش. خب یک لحظه ما خودمون رو بذاریم جای خدا و این همه آدم
و این همه تقاضا. آیا خدا احساس نمیکنه که در رابطه ای که با ما داره نیم مرده، کتک خورده، نیمه جان کنار جاده افتاده؟ خدای خود رو با تمامی دل و جان و قوت دوست داشته باش. این اون چیزیه که خدا میخواد. خدا محبت ما رو میخواد. ما چی میخوایم؟ خداوندا بده 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 و همش بده. یعنی خدا برای ما تبدیل میشه به ابزار. یعنی اینکه خدا رو داریم غارتش میکنیم. این رابطه هم درست نیست. من جای خدا باشم حتی بهتون نگاه نمیکنم. منم شما هستم. فرض کنید که از شما داره موعظه میکنه، ما بگم من جای خدا باشم حتی به ما نگاه هم نمیکنه. ولی خدا رو شکر میکنیم که خدا کماکان داره این کار رو میکنه، برای اینکه محبتش اصیله. اون چه که مسیح میخواد به ما بگه اینه که عزیزان برگردیم، بیدار بشیم. امیدوارم که خودمون رو به خواب نزده باشیم، ولی اگر خوابیدیم بیدار بشیم و در یک رابطه درست با خدا قرار بگیریم. رابطه‌ای که به غیر از این چیزها هستش. پرسوناژ بعدی، قبل از اینکه بهش برم اینم بهتون بگم. ما میتونیم در نام مذهب هم، دین هم غارت کنیم انسانها رو. ما به اسم کلیسا هم میتونیم انسانها رو غارت کنیم. شما وقتی که میایید کلیسا، در کلیسا شما باید با خدا ملاقات کنید. نمیایید که بنده رو ببینید، میایید که شما خدا رو ملاقات کنید. و اگر من این فرصت رو برای شما به وجود نیارم که خدا رو ملاقات کنید، شما رو غارت کردم. چرا بهتون گفتم برای پرستش از اول بیایید در پرستش باشید؟ برای اینکه نمیخوام شما رو غارت کنم. برای اینکه اگر قراره با خدا ملاقات کنید در حین پرستشه. ما در نام مذهب هم میتونیم ملت رو غارت کنیم. عیسی اینطور نبود. عیسی مسیح هیچ کس رو غارت نکرد. هر کسی ازش چیزی خواست بهش داد. هر کسی اومد نزد عیسی مسیح وضعش با اونی که قبلا بود فرق کرد. بهتر از زمانی بود که اومده بود نزد خداوند. برای خداوند انسان ها مهمه، خادم مهمه. برای خادمی مثل یونس، من اگر من بودم با یه لگد میزدم مینداختمش تو همون چه میگن ترشیش. ولی خداوند چقدر با این نبی وقت صرف کرد، آخرش هم توبه نکرد. پرسوناژهای بعدی جناب کاهن و لاوی هستند. اگر برای دزدان طعمه بود برای غارت، برای این کاهن، برای این لاوی که هر دو در واقع نماینده خدا بودند، که باید چهره خدا رو از صورتشون نشون میدادند، اون بابا دردسر بود. دردسر بهش این بابا دردسره. داستان در جاده بین اورشلیم و اریحا داره اتفاق میفته. جاده ایست کوهستانی و البته که جاده خطرناکی بود. جایی بود که دزدا اونجا میتونستند چه میگن قایم بشن، کمین بکنن، حمله کنن. بارها این اتفاق افتاده بود. عیسی داره داستان رو بشه، ممکن اتفاق نیفتاده باشه این داستان، ولی عیسی داره داستانی رو مطرح میکنه که برای مردم آشناست، مشابهش بارها اتفاق افتاده. حالا اریحا کاهن نشینه و دائم این جاده کاهنان می اومدن و می رفتن. عجیبه که برای اینکه این جاده ایمن باشه هیچ کاری تا حالا نکرده بودن این کاهنان. و طرف میاد نگاه میکنه به مرد مجروح و از اون طرف راشو میکشه میره. حتما برای خودش دلیل داشت. اگر الهیات ما، اگر سیستم باوری ما در مسیحیت
که اسمشو میذاریم الهیات، باعث نشه که من حقیقتاً وقتی که به مردم نگاه میکنم نگرشم با اونها مثل نگرش خدا باشه، الهیات من مسمومه. اگر الهیات من، سیستم باور مسیحایی من باعث نشه که در اعمال و افکار و کردار من حقیقتاً خدا متجلی بشه، آنچه که خدا میکنه متجلی بشه، الهیات من مسمومه. الهیات این کاهن مسموم بود. این کاهن خیلی چیزها رو میدونست، مثل همون عالم مذهبی که اون هم الهیاتش مسموم بود. خدای خود را با تمامی دل و جان و قوت خودت دوست داشته باش و همسایه خودت رو هم مثل نفس خود. و سوال احمقانه بعدیش، همسایه من کیه؟ الهیات مسموم این کارو میکنه. بعدی الهیات مسموم اینه که باعث میشه که انسانها خودشون رو به خواب بزنند. اتفاقا این انقلاب خیزش یا هر چی که اسمشو میذارید، زن، زندگی، آزادی، فرصت خوبی بود که ما ببینیم که آیا خوابیدیم یا خودمون رو به خواب زدیم. خیلی ها از خواب بیدار شدن ولی خیلی های دیگه خودشون رو کماکان به خواب زدند. اگر الهیات من وقتی که میبینم هموطنم نیم مرده افتاده، ملت من کنار جاده زخمی نالان غارت شده، کنار جاده افتاده و من هیچ چیزی در رفتارم، در کردارم، در گفتارم ایجاد نمیشه، الهیات من مسمومه. الهیات من مسمومه. برای همینم هستش که نگاه میکنیم این کاهن و لاوی، اون هم مرد خدا بود، الهیاتشون مسموم بود. اون چرا که باید میکردن میدونستن و نکردند. بارها شاید بالای منبرهاشون موعظه‌اش کرده بودند، بارها به دیگران گفته بودند که چه کار باید بکنن، بی آنکه خودشون بخوان در این زمینه کاری انجام بدن. و مسلماً الهیات مسموم بهانه‌های مختلف هم میده. آقا ما خوانده شدیم برای اینکه آخرت مردم رو بدیم دستشون، ما خوانده شدیم اونها رو از دست گناه نجات بدیم، نه از دست این رژیم نمیدونم منحوس جمهوری اسلامی. نه، ما خوانده شدیم که در میان مردم صورت خدا باشیم. اگر ما نیمه جان ببینیم و رد بشیم، اونها چطور میخوان به خدایی که من نمایندش هستم ایمان بیارند؟ مگر مسیح اینجوری میگم؟ این که تقصیر من نیست. میتونست این بهانه رو بیاره. چرا دولت نمیرسه؟ یا ما سیاسی نیستیم؟ اینا همش بهانه است برای این کاری نکنیم، برای اینکه همینجوری از کنار رد شیم و بریم. و بذارید یه چیزی رو به همه اون افراد از جمله به خودمون بگم. ایران عوض بشه، ما برگردیم اگه برگردیم به ایران، رامون نمیدن. ما رامون نمیدن. چرا باید رامون بدن؟ کی باشون گریه کردیم؟ کی رفتیم باشون جلویه؟ تنها چیزی که ملت ما از خدا دیده
همین کاهن و لاوی بوده؟ مگر غیر از اینه که به اسم خدا تمامی این جنایات داره انجام میشه؟ چرا باید بین ما و اونها فرق بذارن اگر فرقی دیده نمیشه؟ پس میبینید که چقدر ما مسئولیتمون مهم هستش. فرد قانونشناس، گرچه در اینجا نباید در موردش صحبت بکنیم، ولی اون یارو تو این داستان برای این فرد قانونشناس چیه؟ علت این که این مسئله رو مطرح میکنه مسیح برای اینکه طرف پرسیده که همسایه من کیه، چرا اینو مطرح میکنه؟ برای اینکه براش فقط بحثه، میخواد بحث کنه. اون موقع همه میگفتن من چطور میتونم وارث حیات جاودان بشم؟ مسیح بهش میگه چطور، ولی وقتی که به جای سختش میرسه که همسایه خودت رو مثل نفس خودت باید دوست داشته باشی، اونطوری که با خدا رو دوست داری، جا میزنه. برای اینکه نکرده، برای اینکه نمیخواد بکنه. برای همین حالا آقا بیا بحث کنیم. اونقدر جالبه مردم برای اینکه یه کار 5 دقیقی رو انجام ندن حاضرن 2 ساعت بحث کنن. این رو با بچه‌هاتون امتحان کردید، مطمئنم میتونه تو 2 دقیقه بره اونو انجام بده. برای اینکه انجامش نده حاضر با شما 2 ساعت بحث کنه که چرا لزومی نداره اون کار انجام بده. اگه میخواید یه کاری انجام نشه در موردش کمیته تشکیل بدید. منظورم کمیته های کلیسایی ما نیست، عوضی نگیرید، ولی رؤسای کمیته ها برم پای منو کتکم میزنن. ولی واقعیت اینه دیگه، همش صحبت میکنیم بیون که حرفی بزنیم. برای این بابا قانونشناس این فقط یه مورد بحث بود. حالا بیایم برسیم به مهمانخانه چی. اون دیگه نمیشه ازش انتقاد کرد. مسیح هم در داستانش ازش انتقاد نمیکنه. سر شلوغ، مهمانخانه چیه فلان، ولی جالبیش اینه که حاضر نبود به اون شخص کمک کنه تا زمانی که اسم پول مطرح میشه. تا یارو بهش پول نده حاضر نیست خدمت کنه. طرف نیمه جان بدبخت افتاده فلان، کتک خورده و داره میبینه، ولی تا اون شخص بهش پول نده 2 دینار و قول پول بیشتر بهش نده حاضر نیست به اون مرد کمک کنه. چقدر شده که ما وقتی که به مردم میخوایم خدمت کنیم همیشه در قبال یه چیزیه. وای به حال اون کلیسایی که خادمینش شغلشون این باشه که خدمت کنند، پول بگیرن که خدمت کنن. نمیگم پول نگیرن، پول گرفتن مسلماً کلیسا باید خادمینش رو چیکار کنه؟ کمک کنه، ولی انگیزه قلب رو دارم میگم. دلمون چی هست؟ اونه که تعیین میکنه که ما چجوری مردم رو خدمت میکنیم. اونه که تعیین میکنه که صورت خدا در خدمتهای ما دیده میشه یا دیده نمیشه. برای مهمانخانه چی؟ این بابا که اینقدر کتک خورده و نیمه جا مرده یه مشتری بود، او رو مشتری میدید. برای خدمت کردنش باید پول بهش داده میشد. خیلی از مواقع در روابطمون، در خدمتهایی که به دیگران میکنیم، اونها رو ما مشتری میبینیم. حتما باید یه چیزی گیرمون بیاد تا بخوایم بهش یه چیزی بدیم. اینم درست نیست. ولی شخصیت نهایی در اینجا جناب آقای سامریه. مسیح وقتی که این داستان رو تعریف میکرد، ببینید وقتی که اسم سامری میاد چرت همه پاره میشه. چرا؟ برای اینکه سامری تنها کسیه که نمیتونه قهرمان داستان باشه. بین یهودی ها و سامری ها یک دشمنی دیرینه 700 ساله وجود داره. زمانی که در سال 722 قوم آشور اومد و 10 قبیله اسرائیل رو که به عنوان پادشاهی اسرائیل معروف بود ورداشت با خود به اسارت برد، اون نامردا شیوهشون این بود که اینا رو میبردن یه جای دیگه ساکنشون میکردن و از مناطق دیگه آدم میآوردن در جای اینا ساکن میکردن. بنابراین افراد غیر اسرائیلی رو ورداشتن آوردن در
اسرائیل ساکن کردن و اینها با اون تک و توک افرادی که از این اسارت قصر در رفته بودن ازدواج کردن و از اونها نسلی به وجود اومد که دیگه خون یهودی خالص رو در خودش نداشت. و وقتی که این یهودیان از اسارت برگشتن و اینها رو دیدن، باشون دشمن خونی شدن، برای اینکه اینها خون خالص یهودی رو اینها قاطی کرده بودن و اونا معروف شدن به سامریان. برای همین هم هستش در انجیل یوحنا فصل 4 میبینیم که میگه که زیرا که یهودیان با سامریان مراوده ندارن. در واقع یک فرد یهودی صبح که از خواب بیدار میشد یک دعای 3 جمله‌ای داشت. اولیش خدا رو شکرگزاری میکرد که یهودیه. دومیش خدا رو شکرگزاری میکرد که سامری نیست و اسم سامری رو به زبون نمی آوردن، سگ به زبون می آوردن. من سگ نیستم، ولی منظورش سامری بود. سومی رو نمیگم برای چی شکرگزاری میکرد، برای اینکه جرئت نمیکنم. میگم جهنم. شکرگزاری میکرد که زن نیست. حسین نخند اینجوری، شب برای هر خندت جواب خواهی داد. اینجوری دعا میکردن. ببینید تا چه حد دیوارها وجود داشت در بین مردم. حالا مسیح میگه و اما یه سامری داشت از اونجا رد میشد، چرتا پاره شد. همه سامری گوشا تیز شد که چه خبره. و سامری میاد چیکار میکنه؟ کاملا یک رفتار دیگه. چرا؟ برای اینکه اجازه نمیده آنچه رو که جامعه، آنچه رو که تبعیضات نژادی، آنچه رو که تاریخ این همه نفرت برای دیگران ساخته رو چشم او هم قرار بگیره. برای اینکه اجازه نمیده، ارادی اجازه نمیده که این روی صورتش باشه، که از اون نگاه بکنه. و وقتی که اینو اجازه نمیده، از پنجره درست نگاه میکنه، ببینید که چه اتفاقی میفته. میگه دلش سوخت. این لغت خیلی جالب یونانیه، سپلک خویزیما. خیلی قشنگ ترجمه شده، دلش بسوخت، برای اینکه دقیقاً همین معنی رو داره. در عمق وجودش یه چیزی گر میگیره. خیلی از مواقع ما این دلسوزیامون برای راحت کردن وجدان خودمونه. دیدید مثلا وقتی داریم غذا میخوریم یک فرد مستمند از اونجا رد میشه، فلان نگاهمون میفته، زود میخوایم کمکش کنیم برای اینکه غذا به ما بچسبه. اگه یک فرد گرسنه همینجوری نگاه کنه به دهن ما و ما داریم غذا کوفتمون میشه. چرا؟ برای اینکه از درون وجدانمون ناراحته، چیز خوبیه، ولی در عین حال اون دلسوزی نیست. باید ته وجود ما گر بگیره وقتی که میبینیم که کسی اینجوری نیمه جان افتاده رو زمین. فرد سامری هر دلیلی رو داشت که بهش نرسه، بهش توپ بندازه، بهش بگه حقت خوب شد بکش چشت کور. هیچ کدوم اینا رو نمیکنه، برای اینکه تصمیم گرفته که اون عینکایی رو که جامعه داره میذاره به چشش، اون عینکایی رو که دیگران دارن میذارن به چشش، اونو نذاره، بلکه عینکی رو بذاره که خدا ازش میخواد. و اونجوری نگاه میکنه، میگه دلش سوخت. و شما اگر اینجوری دلتون بسوزه، بیشتر از اون چه که بخواید عمل خواهید کرد. چی کار میکنه؟ میاد پایین، شراب ور میداره، میرزه رو زخم، ضد عفونی میکنه، روغن زیتون میماله، میبنددش، بلند میکنه، میندازه رو دوشش، میاردش روی مرکبش. حالا مرکبش ممکنه قاطر باشه، ممکنه خر باشه، میاد میذاره روش. بعد خودش حالا باید پیاده راه بیاد اون جاده کوهستانی رو، میاد تا به مهمانخانه میرسه. مهمانخانه چی؟ بیا، میدونه که مهمانخانه چی داره، بهش به عنوان مشتری نگاه میکنه. بگیر این 2 دینار، باز بهت برگشتنی میدم.
بهش برس. وقتی ما دلمون اینجوری برای مردم بسوزه، اون موقع بیشتر براشون انجام خواهیم داد، بیشتر و بیشتر آستین بالا خواهیم زد. تماشاگر نخواهیم بود با یه دونه موبایل اینجوری تو دستمون بچرخیم و فیلم بگیریم مردم چجوری دارن کتک میخورن. حالا میگید سیاسی داره صحبت میکنه، بذارید انسانیشو صحبت بکنم. اون موقع وقتی که میبینیم یک نفر در گرسنگی هستش، غذامون رو باش شریک میشیم. محبت، اینجور دلسوزی نه فقط ما رو میکشه با آستین بالا زدن، بلکه ما رو میکشه به این که بها بدیم، از وقتمون بها بدیم، از پولمون بها بدیم، از فکر و قوتمون بها بدیم. کاری که این بابا کرد، 2 دینار داد، بازم بهت میدم، حواست جمع باشه. محبت بها داره. بذارید یه چیزی بهتون بگم. بزرگترین موهبتی که ما داریم موهبت رویا سازیه. رویا. یه قوه دیگه‌ای هم خدا در ما گذاشته، اونم محبت شدن و محبت کردنه، عاشق شدن و دیگری رو دوست داشتنه. از خدا داریم. محبت متاسفانه، عشق متاسفانه انسان رو آسیب پذیر میکنه. یکی در مورد عشق تعریف جالبی داره، میگه عشق یعنی اینکه تمامی شیشه عمر خودت رو، زندگی خودت رو بذاری توی بطری شیشه‌ای، بدی دست طرف مقابل که دوستش داری و بقیه زندگی تو در حول و هراس زندگی کنی که کی این شیشه رو بکوبه به زمین. تعریف خوبیه، ولی واقعیت اینه که عزیزان، عشق، محبت آدم رو آسیب پذیر میکنه. خدا رو هم آسیب پذیر کرد، مگر غیر از اینه که فرزند یگانه خودش رو داد. و حالا تماشا کنید، ما از این قدرت رویاسازی خودمون، حداقل 90% این قدرت رویاسازی ما اینه که چطور عاشق بشیم، چطور دوست داشته باشیم، چطور خودمون رو آسیب پذیر بکنیم. محبت بها داره. محبت همیشه بها داره. یادتون باشه اون فردی که نیمه جان افتاده بود، میدونید کی بود؟ شما بودید، من بودم. اون سامری میدونید کی بود؟ مسیح بود. دشمن بودیم، از کنار ما رد شد، دلش سوخت، به بهایی ما رو نجاتمون داد. پس بی خود نیست مسیح برگرده به اون یارو که الهیاتش مسمومه، میگه حرفای درست رو به من تحویل نده، جوابهای درست رو به من تحویل نده، برو تو هم همین کار رو بکن. این امره، برو تو هم همین کار رو بکن. بریم این کار رو بکنیم. سربا بیستیم. ای خداوند، ای خداوند عیسی مسیح، در حالی که به خودمون فکر میکنیم، به روابطمون فکر میکنیم، به پنجره هایی دقت کنیم که در مقابل چشم ماست، روابطی رو که با دیگران داریم چه چیزی تعیین میکنه، انسانها رو ما چی میبینیم. دعوت شده ایم که انسانها رو مثل خدا ببینیم. دعوت شدیم که برای دیگران همسایه باشیم.
مسیح از اون شخص پرسید به نظر تو همسایه اون یارو که به زمین افتاده بود کی گفت؟ گفت همونی که برش رحمت کرد. این شخص سوالش درست نبود. میدونید سوال درست چی باید میکرد؟ این: من همسایه چه کسی میتونم باشم؟ سوال درست اینه. الان شما این سوال رو باید از خودتون بکنید. شما همسایه چه کسی میتونید باشید؟ از اینجا که رفتید بیرون، شما چه کسی رو میتونید زخمی و نالان افتاده در یه گوشه برید بلندش کنید، آستین بالا بزنید، دلتون گر بگیره در روابطتون. شاید نخواهید راه دورتر برید، به همسرتون نگاه کنید، به دخترتون، به پسرتون، به اقرباتون، به فامیلاتون، به دوستاتون. من مطمئنم پیدا خواهید کرد افرادی رو که نیمه جان افتادند و شما میتونید همسایه‌شون باشید و به این ترتیب نشون بدید که رابطه‌ای که با خدا دارید رابطه درستیه. نشون بدید که خودتون رو به خواب نزدید. نشون بدید که خدا داره با شما صحبت میکنه. ای خداوند عیسی مسیح، پس نگاه کنید، فکر کنید، از روح القدس بخواهید: ای روح خدا، حتی اون افرادی که از کنارشون رد شدم و نیمه جان ول کردم و بهانه آوردم و براشون همسایه نشدم، خداوندا فرصت دوباره به من بده که این کارو بکنم. هر کس به خودش. ما اینجا فقط میتونیم خودمون رو داوری کنیم. همدیگر رو نمیتونیم، ولی خودمون رو میتونیم بذاریم زیر ذره. ای خداوند، ای خداوند، ای خداوند عیسی مسیح، هاللویا خداوند، ای خدا.